سلام 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 بچه‌ها، چطورید؟ خوبید؟ بوس رو گله تک تکتون. مهدی رسمتی هستم. امروز اومدیم که برای برسر آیجی که تازه اومده و خیلی خوشگله بزنیم و ببینیم که چطوری میشه. آقا اول میریم در یوسی رو میزنیم، بعدش ادامه ویدیو رو تماشا کنید، 100% نگاه کنید، پشماتون میریزه. ببینید شانسمون چطوری بود. آقا از ویدیو خوشتون همینجا لایک رو بکوب، دکمه سابسکرایب رو بزن و زنگوله رو فعال کن. دم تک تکتون کرد. آقا آیدی ادیدیم این بالا هست 57 233 11 761. خواسته چیکنه زیباتون و خوشگلتونم بفرستید، یه نگاهی بندازیم. دم تک تکتون گرم. آقا اول بریم 10 یوسیاشو بزنیم ببینیم که شانسمون چطوریه. بعد این ویدیو برگشو میتونید ببینید. آقا بریم اول 10 یوسیشو بزنیم ببینیم که شانسش چطوریه. بنازم اولیشو که کلن یه دونه انگشتر داد. میتونیم فری بزنیم. بنازم میتونیم فری بزنیم. چیه؟ بنازم با 0 یوسی داد. پشمام با 0 یوسی یه دونه جمشو داد. پشمام ریخت. بینازم آقا لایکو بزن. من رکوردم، واقعا رکوردم. بینازم عجب شانس. ایشالله تو اون 20 گیم که میخوایم بزنیم یکم دیگه تو همین ادامه ویدیو هست، ایشالله که خوب چیزی بده بهمون. آقا 10 یوسی 3 تا التیمت هم میزنیم ببینیم شانس این چطوریه. ایشالله اینم یه دونه متیک بده. بنازم از این چیکنای دوکایی داد. خب بریم بر سر KFC. ایشالله متیک اینو بده. ایشالله که متیکشو بده. بنازم عجب شانسی. بریم مثلا KFC یه دونه 10 یوسی میزنیم همینجا بهش که تک تکتون. انشالله که متیک بده. ای 3 تا سکه شد. بازم خوبه. بنازم. خب بریم برای پته. ایشالله با 10 یوسی پتو بده بهمون. ایشالله با 10 یوسی پتو بده بهمون. ای اینم 3 تا سکه داد که. اینم 3 تا سکه داد. بریم بر سر چی؟ بچه چی بذاریم؟ واسه این لوک اسپین هم بزنیم ببینیم که 2 تا میتیک داره. ببینیم شانسش چطوریه. دیدی های میتیک داد. خوبه. 3 تا الماس هم خوبه. 1200 تا سکه چیز میشه. خب بریم برای لوک اسپینی. ایشالله که اینجا یا میتیک بده یا گانا رو بده. با 10 تا یوسی خیلی ایزی میشه. یعنی دیگه اون وقت دیگه شانسمون به راهه. امروز شانسمون به راهه. بنازم یه چیکن 400 تایی داد. به نظرتون من با این 50 تا یوسی رو بزنم آیتم لجندمون میتونه چیز خوبی باشه یا نه؟ همینجا تو کامنت ها بنویسید تا باکس باز نشده. بنازم یه کله داد که کلا داشتمش به نظرم. خب بریم با 6 تا یوسی لباس آیجی هم چیزو بزنیم. یو ام پی رو بزنیم ببینیم با 6 تا یوسی لباسشو میده. بنازم 10 تا سیلور داد کلا. خب کاستوم کریت. من از کاستوم کریت میترسم بچه، چون پاش یه بار یوسی زدم خیلی بد شده. کاستوم کریت شانس نداره. بنازم 20 تا سیلور. بریم برای ماشینم یه دونه 10 یوسی بزنیم ببینیم شانسش چطوریه و بریم ویدیو 20 یوسی که بس آیجی میزنیم چطوریه. بنازم اینم 20 تا سیلور. آقا قربون تک تکتون مرسی که تا اینجا نگاه کردیم. بریم به ویدیو 20 یوسی هم نگاه کنیم ببینیم شانسمون چطوریه تو گردونه آیجی. دمتون گرم. لایک سابسکرایب زنگوله یادتون نره. پوست رو کله تک تکتون. سلام بچه‌ها، چطور خوب؟ آقا اومدیم رو سر اکانت یاشا رو 11 یوسی اومدیم مستقیم بزنیم روی آیجی. آقا اولین 540 رو میخوام بزنم بهش که تک تک سابسکرایب های گلم میخوام ببینم که چی میده. بنازم اولش که مینی جم و مینی متریال 2 تا و سپلایزش هم که داد، یه 2 تا هم چیکن داد. بنازم خوب بود اولینشه. بعدم بریم 540
دومش هم بزنیم، سومش رو ببخشید، یه دون خودش زده بود. 540 بزن ببینیم که چی میده بهمون. بنازم انگشتر، مینی و اسپری. خوبه تا الان که 3 تا سنگش رو داده، 9 تا گرفتیم تا الان. بریم باکس 4مش هم بزنیم 540 و ببینیم که شانسمون چطوری ها. آقا همینجا لایکو بکوب که یه چیز خوبی بده بهمون. بنازم انگشتر، ماشاءالله انگشتر چقدر میده، دادنش خوبه ناموسم. هی خدا، انشالله که شانسمون خوب باشه. بچه ها تو کامنت ها بنویسی که شانسمون چطوریه. 10 که یوسی مونده و 4 بار چرخوندیم و چی آیتم خوبی نداده تا الان. انشالله که شانسش خوب باشه. ما که با یه 0 یوسی یه دونه متریالشو گرفتیم. مولوتوفشو داد، بنازم هلمتش هم داد. بنازم هلمت متیکشو داد. یه جم افتادیم جلو، یه جم بود یا 2 جم بود یادم رفته. بنازم بریم 540 بعد دومش هم بزنیم ببینیم که این چیه. ببینم به عشق. اوف جان، 2 تا و ایول. خوبه. حالا هلمتشو گرفتیم و افتادیم جلو. بریم ببینیم که 540 دو هفتمی چی میده بهمون. 540 هفتمی 9 که و 720 یوسی مونده. چیکار کنیم؟ 540 رو به عشق کی بزنیم؟ به عشق این اینستاگرام هم میزنیم ببینیم که شانسمون چطوره. 540 انشالله که یه چیز آیتم التیمت رو بده بریم. ای نداد. یه جم داد. بنازم یه جم داد. تو گارانتی داد بچه ها، تو گارانتی داد. خوبه اوکیه. بریم مپو عوض کنیم، برگردیم ببینیم که چی میشه. مپو از ارانگل برداریم بذاریم روی کاراکین بذاریم. بله واسه کاراکین هم گذاشتیم. بریم لباسمون هم عوض کنیم. به نظرتون لباسمون هم عوض کنیم ببینیم که شانسمون چطوری میشه. انشالله که این لباس شانسش خوب باشه. بریم 540 رو بزنیم واسه 8مین بار. 1 2 3 انشالله 3 تا التیمت رو میدا. 3 تا التیمت رو دادا. فلاشش رو داد و یه مینی و 5 تا انگشتر و 2 تا خیلی کم داد. 3 تا خیلی کم داد. یه 540 دوباره. بنازم اصلا هیچی نمیده. 7 و 600 هم یوسی مونده ولی چیز خاصی نداده تا الان. 540 صدومیمو بزنیم. بنازم تو گارانتی نداد. یه متریال هم داد. بنازم 540 رو بزنیم دوباره با اسکیپ و استیکالش رو داد. 4 تا هم از این چیزا داد. یه دونه هم با اسکیپ بزنیم. مولوتوفش رو داد دوبار. 3 تا سکه میشه. بنازم 3 تا مینی جم میشه بدون اسکیپ. 2 تا جمش رو گرفتیم و 53 تا هم مینیش رو گرفتیم. 3 تا داد از بالا نوشت 57 تا. 4 تا هم انگشتر. 2 تا اسپری تأخیری. 4 تا. این اسپری تأخیری ناموسن میده یه هایی میبینی نمیدید. حالا بغلم کالک میکنیم آخر. 2 تا جم گرفتیم و 57 مینی جم و 4 کا و 900 یوسی مونده. همینجا میخواست 3 تا التیمت رو بده به ما. ای مولوتوفش رو داد با چومپان سانتور. مولوتوفش که 3 تا میشه. 75% پر شده. 4 کا و 900 هم یوسی مونده. اگه نده باید بریم یوسی شارژ کنیم بچه. بنازم پلاگرش رو داد. بنازم یه دونه هم جمش رو داد. جم کاملش رو داد. بنازم از اینجا هم بازم افتادیم جلو. داخل گردونه داد. ایشالله که همه ستش رو بگیریم. ایشالله با کمک شماها و با لایک شماها بچه. لایک یادتون نره. لایک رو بکوبید که ما هم عشق کنیم. 540 172 هم میزنیم. 17 نه چیز خاصی نداد. فقط مینی داد و انگشتر داد. 6 تا انگشتر داد. بریم دوباره بزنیم 540 رو. بریم لباس عوض کنیم بچه.
ببینیم که چطوری میشه. لباس چی بپوشیم؟ میخوایم لخ بریم؟ لخ بریم بچه‌ها، لخ بریم آقا، لخ بریم. همه اسکینا رو برداریم، همه مسکینا رو برداریم. همه مسکینا رو برداریم، لخت مادرزاد بریم جلو. کلو پشتی هم برداشتم. آریا درخواست نده، آریا هم داره کریت میزنه. ویدیوهای آریا رو هم میذارم بچه. خب بریم بر سر آیجیه ببینیم شانسمون چطوریه. یه دون 540 بزنیم دوباره. 171مین چرخونه. انشالله که ست اولتیمت رو بده. اینجا نداد، دوتا مینی داد. یه جم داده بچه، بینازم من ندیدم. بینازم یه جم داد. 4 تا جم شد. از بغلم میتونیم یه دونه بگیریم، دوتا. حالا بریم جلو ببینیم که چی میشه. 540 بنازم. یه دونه خشابشو داد. ایوه خشابشو هم داد. 3 تا. آها خشابشو داده بود 3 تا اسپری شد. بریم یه دونه 540 بزنیم. آقا اینو بهش که نفر اول کامنت ها میزنم ببینم که شانسش چطوریه. داداش کلن شانست که چیکنه. فدات من. نفر اول کامنت. اینم نفر دوم کامنت ها 540 میزنه. ببینیم چی میده. بنازم داداش کلن. آقا اینو بهش که خودم میزنم این 540. وایسا برم مپو عوض کنم. مپو عوض کنم بیام بذارم روی لیویک. خب بذار بیام اینو بهش که خودم میزنم. اینو بهش که خودم میزنم. ببینیم که چطوری گردونه. آیجی با 3 تا سکه است. 2 تا هم اون هلمتش و پرگردش رو گرفتیم. اوکی جی جیه. 3 تا اولتیمت هم که کلش با 2 تا سکه. حالا برای اک اصلی خودم هم میزنم بچه ها. یوسی شارژ میکنم میزنم. از اینجا هم که اینا رو گرفتیم انشالله که همشو بگیریم. به اینو به عشق خودم میزنم این 540 رو. ببینیم شانسمون چطوریه. بنازم شانسمون خراب. به عشق آریا میزنم اینو 540 رو. ببینیم که شانس آریا چطوریه. آریا بنازم. آریا کلن هیچی نداد. آریا 540 هزینت کردم. اینو به عشق خود یاشار بریم بزنیم یا بریم چیز کنیم. چیکار کنیم بچه ها؟ بریم مپا عوض کنیم یا نه؟ ای هشکه یوسی شارژ شد. بنازم هشکه یوسی شارژ شد. بریم بگی هشکه هم بزنیم ببینیم که شانسمون چطوریه. هشکه یوسی اومد داخل اکانت. بنازم چه سری ناموسن. 231 بار چرخوندیم. بعد 5 تا جم داریم و 91 هم مینی جم داریم بچه ها. هلمتش هم گرفتیم با پاراکردش. 540 رو میزنیم ببینیم که شانس هم چطوریه. شانس اون کلن انگشتریه. 540 رو بزنیم. به اینو بزنیم. این 540 رو بزنیم شانس اون پر شده و یه جم هم از اونجا میده میشه 6 تا. یه دونه هم که داخل چیز میده. باکسای بغل میده. به نظرم خشابشو داده بود از قبل. 3 تا اسپری میشه. یه دونه هم مینی داد و یه انگشتر رو. اوکی جی جیه. حالا اسپری هم خوبه دیگه. 99 تا مینی جم و 5 تا جم بزرگ. از بغل هم که میتونیم یه دونه بگیریم. اینا رو کالکت کنیم بچه یا نه؟ بریم کالکتشون کنیم. خب شد 6 تا. دور گابکس رو گرفتم. یه دونه این بیلبیلک ساعتی رو گرفتم. یه دو بطریال. ببخشید بچه خوابم میومد ولی اومدم که زود ویدیو رو بسازم و برم. 540 رو میزنم به عشق تک تکتون که دارید ویدیو رو تماشا میکنید. بنازم 3 تا هم اسپری داد. بریم گردونه یه دست نگاه کنیم ببینیم که چی هست. انفور ریزاردم که اینجا با 3 تا سکه هست. بعدم موتور
موتورشم اینجاست. بعد موتورش از قبل داشت به نظرم. داخلی کارتون دیگه اومده بود. آریا درخواست نده. بریم 540 رو بزنیم 261 رو. لباس بپوشیم یا نپوشیم بچه؟ لباس بپوشیم. لباس التیمت این دریا رو بپوشیم. انفورش هم بذاریم. وایسا بریم انفورش هم بذارم. انفور پاش. از این کوله پشتیش هم بذاریم ستش تکمیل شه. بچه ها دماغم گرفته بدجور. مواظب سرماخوردگی‌های جدید باشید. خب بریم 540 رو بزنیم ببینیم که شانسمون چطوریه تو 27مین بار چرخش. ببینیم که شانسمون چطوریه. تا الان یه 11 کی خرج کردیم، یه دونم 4 کی، 15 کی، الان 5 کی مونم مونده. تو این باکس هم که چیزی نداد بنازم. تو این یکی باکسی انشالله یه چیزی بده. مپ هم گذاشتیم روی ارانگل ساده. بچه من دارم از دهنم نفس میکشم. آقا بریم 540 رو بزنیم دوباره ببینیم که ست التیمت رو میده. نمیده اصلا ست التیمت رو. اسپری میده، انگشتر میده، چیز میده اصلا. خیلی شانس اون خرابه. کاش نمیزدیم امروز. کاش نمیزدیم. گروزا هم اوکیه. بریم 540 رو بزنیم دوباره. بعد این یه دونه جم میده بچه ها به ما تو گارانتی. اسکوپ شیشش هم داد. بنازم نداده بود اسکوپ شیششو. بنازم پاپچی موبایل بنازم. اسکوپ شیششو نداده بود. خوب شد که داد. 291 بار یا ابوالفضل داره 300 تا میشه، یعنی درست فیکس 15 که بنازم جم داد. تو گارانتی داد بچه ها. من ندیدم. شد 7 تا. بنازم یه جم دیگه داد. بنازم پاپچی اگر خوش شانس شده. پاپچی چقدر مهربون شده. خیلی مهربون شده. بریم 540 دیگه بزنیم ببینیم که شانسش چطوریه. اینجا الان موتورشو پدرشو کلاشو. بریم 3800 مونده. 540 به عشق تک تکتون میزنم بچه ها. بنازم هیچی نداد. حالا 2 تا جم داد بک تو بک. خیلی خوب داد. خوشم اومد از پاپچی موبایل. 3K 280 2K 700 موند. ایول کلاه التیمترشو داد. بنازم بریم 540 رو بزنیم دوباره ببینیم که شانسش چطوریه. چیز خاصی نداد. بنازم انشالله که 540 این آخری هم خوب بده. یه چیز خوبی بده انشالله که بنازم. اوف داره گرم میشه پاپچی. کم کم گرم میشه دیگه. بنازم داد. یه دونم سکهشو داد. شد 9 تا یا 8 تا بچه ها. 9 تا شد. خب 1,600 مونده. بریم مپو عوض کنیم. بزنم روی کاراکین. بعدا 1,600 مونده. نمیدونم شانسمون چطوریه. بزنیم نزنیم انشالله که چیز خوبی بده. با این 540 لباسشو بده دیگه. ناموسن لباسشو بده نخریم. یه جم داد بالا شد 10 تا. بنازم بالا گیرتشو داد. شد یه دونه جم. ایول عالی جی جی. یه دون 540 بازم بزنیم ببینیم شانسمون چطوریه. خوب داد.
بچه ها ما برگشتیم بعدا 10 تا جم گرفتیم و 133 تا هم از این مینیا. بریم لباسش رو اول بگیریم ببینیم لباسش چطوریه. بنازم با سکاش گرفتیم دیگه، یوسی نزدیم رو سرش. رفتم تو لابی بهش گفتم اومدم. بعدا لباس التیمتش رو گرفتیم. این از لباس التیمتش 4 تا مونده. میتونیم آیجی هم بخریم باهاش. آیجی هم بگیریم و بریم کیل مسیجش کنیم. اینم از آیجی زیبای خوشگله یخی نازی خیلی خوشگله ناموسن یخی. برای تو میاد، چرا برای من تاجش بعدن نمیاد؟ دیگه این یکی هم بمونه دیگه خودش اوکی کنه یا نه. میتونه لیزارد هم بگیره. 133 تا هم سکه داره. بعدن یه دونه هم که جم داره همینطور فیری بزنه میتونه 4 تا باشه. بعد هم اموتش رو بگیره هم یه دونه لیزارد رو بگیره. کرکترمو زن کنم؟ شاید زن کنم. نه بچه ها یا نه اول اگه میخوای خوبه اموتش هم خوشگله. بریم رو گان لب و آیجی رو کیل مسیجش کنیم بچه ها. دم تک تکتون گرم. آقا این لو 2 2 مکس. این از لو 3. بریم بچه آریا میای بریم. آره بریم. اینم از لو 4. اینم از لو 4 بنازم. آن هیتش هم میتونیم بکنیم ولی متریال و جم نه چیز نداریم، اسپری نداریم. حالا تا کیل مسیج اومدیم. آقا دم تک تکتون گرم که تا اینجای ویدیو تماشا کردید. خیلی دوستتون دارم. آقا لایک و سابسکرایب و زنگ یادتون نره. دوستتون دارم. بوس رو کله تک تکتون. بریم رایت آقا اینم از 20 که یوسی یاشار زدیم رو اکانتش و همه آیتماشو گرفتیم و بعد شانسش هم خوب بود. بعد آقا تو کامنت ها بنویسید که چطوری بود، خوب بود، خوب نبود، ویدیو خوشتون اومد. لایک رو بزنید، کامنت هم بنویسید و سابسکرایب هم بزنید چنل رو. دم تک تکتون گرم. مواظب خودتون خوبیاتون باشین. فعلا خدافظ تا ویدیوی بعدی.